بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. بینندگان عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از صحابه مشهور و گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سالم مولا ابی حذیفه است رضی الله تعالی عنهما. سالم ابن معقل یک برده بیش نبود. او مولا، همطور که از اسمش برمی آید، برده آزاد شده یک صحابی دیگر به نام ابو حذیفه است. ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه از اشراف و بزرگان قریش در جاهلیت و همچنین در اسلام بود. در زمانی که ابو حذیفه مشرک و کافر بود، سالم در کنار او بردگی میکرد، اما زمانی که مسلمان شد او را آزاد کرد و چون قانون پسرخواندگی در اسلام لغو شد، او را به عنوان برادر مسلمانش در کنارش گرفت و لذا سالم ابن معقل، صحابی برده، در کنار برده آزاد شده، البته در کنار ابو حذیفه از اشراف و اعیان قریش در کنار هم برادروار زندگی میکردند و برادر دینی یکدیگر بودند. سبقت او به سوی اسلام از همین روزهای اول بود. اهتمامش به عبادت و اخلاق و فضائل او را به منازل و درجات ایمانی رساند که خیلی ها آن را نداشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم او را زمانی که در مدینه منوره پیمان برادری اعلام کرد، سالم را با ابو حذیفه برادر دیگر معرفی کرد. ارج و ارزش و منزلت سالم از اونجا بود که او یکی از قراء به نام قرآن کریم بود. عصر رسالت و لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که میخواست مردم را به آموزش قرآن فراخواند فرمود: خذوا القرآن من اربعه، از 4 نفر قرآن آموزش بگیرید، یاد بگیرید. عبدالله بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفه و ابی بن کعب و معاذ بن جبل. از این 4 نفر قرآن یاد بگیرید: ابی بن کعب، عبدالله بن مسعود، معاذ بن جبل و سالم مولا ابو حذیفه. دقت بفرمایید، در این 4 نفر 2 نفرشون برده هستند، برده آزاد شده، یکی عبدالله بن مسعود و دیگری سالم مولا ابی حذیفه. ان الله رفع بهذا الكتاب اقواما و یضع عنها آخرین. با این قرآن خداوند افرادی را ارج میگذارد، بالا میبرد و افرادی را پایین میآورد. ولذا سالم نه تنها ارزش پیدا کرد بلکه امام صحابه شد. او در مسجد قبا سالها برای مهاجرین و اهل قبا امامت داد. او در مدینه منوره بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم امامت میداد و مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم را با تلاوت زیبایش مزین کرد. بلکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای این برده آزاد شده، این صحابی جلیل القدر، چنین دعا کرد: الحمد لله الذی جعل فی امتی مثلک او مثلک. خدای را سپاس میگویم که در امت من همانند تو قرار داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به شخصیتی همانند سالم مولا ابی حذیفه رضی الله تعالی عنه افتخار میکرد. قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره به مسلمان ها امامت میداد. بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قبا امامت میداد، در حالی که در مسجد قبا بسیاری از بزرگان صحابه و کسانی که پیشگامان به اسلام بودند هم پشت سر اون نماز میخوندند. سالم ابن معقل مولا ابی حذیفه در بیان حق هیچ کوتاهی نمیکرد و هیچ ترس و دلهره‌ای نداشت. زمانی که در یکی از جنگ ها خالد بن ولید، شخص مشرکی که در هنگام تسلیم شدن شهاده گفته بود، را به قتل رساند، با او مجادله کرد
گفت او مسلمان شد، چرا او را کشتی؟ و همچنین در کنار او عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه با خالد مجادله کرد، ولی خالد بن ولید زیر بار نرفت. شکایت را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش آوردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خالد را مورد سرزنش قرار داد و از انکاری که سالم و عبدالله بن عمر بر این عمل شنیع خالد که در واقع نباید او را میکشت بعد از شهادت و انکارشون، اونها را تمجید کرد و ستود. فرمود هل انکر علیه احد؟ آیا کسی انکار کرده بر خالد؟ گفتن بله، فلان و فلان، ابن عمر و سالم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مطمئن شد و فهمید که در امتش افرادی هستند که به وجاهت و صلابت خالد غره نشند، بلکه حق را بگویند هر جا که میخواهد باشد. حضرت سالم از شخصیتی والایی برخوردار بود و لذا اخلاق والایی داشت و اهل گذشت بود. در هنگام برخورد با دیگران به راحتی کنار می اومد، با اینکه سختگیر بود، با اینکه آسانگیر بود، ولی شجاع بود. و در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه احد به شدت مورد اذیت و آزار تیررس مشرکین قرار گرفته بود، او ازش دفاع میکرد و چنان او را در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیج کرد تا زمانی که همه از دور او پراکنده شدند. در تمام غزوات و جهادها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم شرکت کرد و حتی در زمانی که در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بیعت رضوان بود و شجاعت او زاید الوصف است. دوستان اشاره میکنم وقت بسیار کمه، باید کوتاش کنم. سالم مولا حذیفه همیشه در کنارش حق تجلی میکرد و لذا او از مهاجرین نترسی بود که در همه جا، حتی در غزوات مرتدین شرکت کرد و در آنجا هم تا آخرین لحظاتش در حالی که قرآن تلاوت میکرد و با آواز دلنشینش در معرکه جهاد بر علیه مسیلمه، سخت‌ترین معرکه مرتدین شرکت کرده بود، در حالی که مسیلمه را کشته بودند، او نیز به شهادت رسید. راهش مستدام و روحش شاد باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.